خون میکروب تلاش میکنه خود در خون برسانه، به خاطری که در سر کل بدن تسلط حاصل کنه، چون خون در کل بدن سرایت داره. از همون خاطر مرکز تجمع میکروبا امی خون میباشه. شریعت اسلامی که ذبح را ضروری کرده به می خاطر که میکروبا کلش بیرون شود، اما مردم به نام تقدس قربانی امو خونا را خورده رایست. اینقدر جهالت حاکم است. تاسف نیست مردم کلی کارای ما با خرافات وابستگی داره. عروس همیاره خروس حلال میکنه، تایری موتر و بوتی عروس به خون آلوده میکنه. نشانه عزیز که دیگه خون میجوشه در این خانه، حتما آرامی را به چشم نمیبینه. این کدام خرافات است؟ این کدام شرکیات است که مردم کرده رایسته؟ در هر چیز این را چی میکنی؟ درختی توت را میکنه خیرت است. یک دفعه برم اینجا یک خون بریزانم، باز بعد از خون به نام کی میریزانه؟ خون به نام اینمی قبرا میریزانه، میگه برام ضرر میرسه. از درخت توت مردم توقع ضرر داره. شرک چی را میگه؟ شاخ خونه داره. درخت توت دو معبود قرار دادی، از او چی خوفی ضرر کردی، از او خاطر دبیخش چیسته بزغاله را ذبح میکنه، بعد از او درخت توت میزنه. در این وطن ما کم خرافات نیسته. کسی که از قرآن دور زندگی کرده کل عمر اینمی قسم بینمی عقیده غلط، اینمی قسم چی شده، حالی دیگه چیز برآمده. خانه نو جور کردم، ختم قرآن میگیرم. چی بیا قاری صاحب اونجا بیا ختم قرآن بکنه. ایره کی کشیده؟ از کجا کشیده ایره؟ بدعتا را نو ایجاد میکنه. ملا صاحب خو خوش است که بیا از 1000 روپیه پیسه کارتون میبره و 2 سر بالا میزنم. نمیگه کی ناروا یا رواسته او روان است. او مرد که خانه را آباد کردی صدقه بکو، در مسجد برو صدقه کو، در یک فقیر در یک یتیم صدقه بکو. کی گفته کی؟ نه این خودنمایی میشه. مردم هم نشان میده که اینی طور بلدنگ جور کردیم. با این خاطر او را خیلی ترجیح میدن. الله رحم بکنه. این نمو گپای هستن که در او زمان جاهلیت بود، امروز در مردم ما امی گپا دیده میشه. کذالک سخرها لکم، این امی قسم الله رام ساخته برای شما این حیواناتی بزرگه. چرا رام ساخته؟ لتکبر الله، که شما عظمت و بزرگی الله متعال بیان کنی. علی ما هداکم، بنابر توفیقی که هداکم داده برای شما الله متعال، توفیق قربانی کردنه یک مانا. علی ما هداکم، که شما بزرگی الله متعال بیان کنی. علی ما به مو طریقه که هداکم شما را راهنمایی کرده. الله حیوانات برای شما فرمانبردار مقرر کرد، زیر فرمانتان حرکت میکنه. چرا؟ به خاطری که اینمی حیوانات بزرگ در راه اطاعت الله قربانی شوه. الله برات فرمان داده که را قربانی کو. بل چیسته؟ نیازمندی محتاجا را، ضرورتی محتاجا را هم در نظر بگی، بر سری از وام بخوران. الله برات فرمان داده، اینمی را هدایت کرده برات. یکی علا لتکبر الله، که شما بزرگی الله را بیان کنی. علاما به او طریقی که هداکم شما را الله راهنمایی کرده، طریقی بندگی خدا، اطاعت خدا برای شما بیان کرد. چی رقم بیان کرده؟ که تو در مسیر تکاملی خود وقتی عبادت الله متعال میکنی با کدام سیستم باید قدم بگذاری. وقتی که الله برات فرمان داده قدم گذاشته پیش میروی. اینجاست که کمال اطاعت تو نمایان میشه که تو واقعا تابعدار فرمان الله متعال هستی. و بشر المحسنین، خوشخبری بده به محسنین. اشاره به ایسته که در این عمل هم مردم متفاوت است، اما الله متعال میگه خوشخبری به کسی بکو که محسن باشه. محسن کسی را میگه که هر عملش مطابق سنت کی باشه؟ رسول الله. و خالص برای کی باشه؟ الله متعال باشه. اینی را احسان میگه. ان الله یدافع عن الذين آمنوا. بله در این طور معاملات خلاف امو عنعنات و خرافاتی که در زمان جاهلیت بود، یک دم سر و صدا بالا میشه. در هر جایی که چی را گمراهی خرافی را تو از بین میبری، مردم در مقابلت قیام میکنه. در اون زمان خب به نام بوتا قربانی ها میشد. رسول الله صلی الله علیه وسلم به نام الله قربانی ها را شروع کرد. یک دم همینطور گوش حق بود. مردم هم جدید اسلام آورده بود. چرای طور شد؟ چرای گپ شد؟ الله متعال میگه که بله مقاومت بکار است. مردم تو را آرام نمیمانه، لیکن تو از استقامت کار بگی. زود تسلیم نشو. به ای که مردم سر انتقاد و اعتراض داره تسلیم نشو. درس عظیم بر ما و شما است. زمانی که شما رای جدیده که او رای حقیقت است، واقعیت است، او را شما میپیمایی و عمل میکنی به او، حال دیگه مورد طعن و اعتراض مردم قرار میگیری. تو یا به طریق سنت بکنی 1000 سخن برات گفته میشه. میگه این بیچارگک
که توی نمیتونی هیچ نکو. دیگهش میگه پیسه نداره بیچارگک، دیگهش میگه اینی طور گپ است، بی غیرت است، همت نداره، دووس است، رقم گپا میگه. چرا؟ بالخلاف عنعنات غلطی از وقت توی به طریق سنت کرده. خلاص اگر از حج آمدی عنعنات و خرافات از یار نمیکنی، بدعتا را نمیکنی، خودنمایی و شهرت طلبی نمیکنی، سمعت نمیکنی، هزار سخن برات گفته میشه. قرآن کریم بر ما درس میگه هر کس که عمل به سنت رسول الله میکنه حتما در مقابلش چیست؟ مقاومت پیدا میشه. که مقاومت پیدا میشه چی بکو؟ تو استقامت اختیار کو. چرا؟ الله از پیش دفاع میکنه. الله دفاع کده نیسته. الله خود میگه ان الله یقینا الله متعال یدافع عن الذین، دفاع میکنه عن الذین، از او کسانی که آمنو ایمان به الله ورده. یعنی الله متعال ایرا غلبه و نصرت میده به شرطی که این مقاومت بکنه، استقامت اختیار بکنه. یادتان باشه در یک معامله که سنت یک طرف باشه و کل مردم دیگر طرف باشه، تو سری سنت عمل بکن، الله نصرتت میکنه. بالکل مستقیم استاد شو، نترس که والا آلی چی طور کنم این گپا خیلی زمزمه میکنه. ما زمانی که نو آمده بودیم مسئله توی بود، وقتی که گپا را گفتم بسیار گپای ناشنا بود. چرا که کلش خلافی طریقه و عنعنه کی بود؟ قوم بود. لیکن الحمدلله نصرت کرد. ما یقین دارم که شما دفاع سنت بکنی الله نصرتتان میکنه. این وعده الله متعال است، ولی به اخلاص، برای صداقت، برای احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم الله نصرتتان میکنه. چرا که وقتی تو رای حق میپیمایی مردم در مقابلت قیام میکنه. آلی برات میگه که وی سابق ملا نبود، سابقی گپ نبود. اینی گپا را براتان دلیل پیش میکنه. انشالله در داستان انبیا علیهم السلام پیشتر باز بر ما و شما میآید. ان الله لا يحب كل خوان کفور، یقینا الله متعال دوست نداره هر خائن کفور ناسپاسه که نعمتهای الله را شناختن نمیتونه. مشرکین وقتی که در حج میرفتند در تلبیه میگفتند لبیک لا شریک لک لبیک، چیستا الا شریکا بگوید تملکه و ما ملک، مگر او شریکی که تو را مالک ساخته ای و آن چیزی را که او در اختیار و قبضی خود داره او قطعه است. نعوذ بالله. این کلمات گفته میرفتن، قربانی ها را به نام بتا میکردن. آلی یک دم 100 سالی مردم امی کارا را کرده بود و یک دفعه بیایی این کارا را کلی شمیده کنی، تلبیه توحید جور کنی، قربانیشا به نام بتا و پیش بتا نکنی، بری اونجا دمینا اونجا قربانگاه جور کنی، یک دم مردم قیام میکنه. الله متعال میگه از تو دفاع میکنه. بالکل الله نصرت و کمکی تا میکنه. خب چرا نصرتی تا میکنه؟ الله امرای کسی است که او متقی باشه و این مردم خو یک دم خائن است، یک دم ناسپاس است. خائن چرا هستن؟ خیانت کردن، این مرکز توحید مبدل به شرک کرده بودن، امانت ضایع کردن. نعوذ بالله. اگر مساجد که خانه های عبادت الله است، اگر ما این را حفاظت نکردیم که در اینجا صدای توحید شوه و در میرابش نوشته کردیم یک طرف یا الله دیگر طرف یا محمد، اینم اینجا ما خائن هستیم. چرا که در مقابل عبادتگاه الله خیانت کردیم. مسجد به نام الله جور میشه و تو در اینجا ندا و صدای شرک میکنی. مسجد برای ذکر الله و تفسیر و درس بیان درس حدیث است و تو ایرا محل رقص جور کردی برای صوفیا که اینجا فقط چی بکنه؟ به نام ناتخوانی دروغ میگه، فقط مدح پیر خدا زاید از الوهیت الله بکنه و اینجا رقصا را شروع بکنه. اینجا توهین کرده، خیانت در مقابل مسجد الله کرده. یوم خیانت است که مسجد جور شده برای از که در اینجا یقینا نماز با طریقی سنت رسول الله ادا شوه و تو مولای بدعتی را آوردی، با مسجد الله خیانت کرده ای. الله این خائن قطعا نصرت نمیکنه، قطعا نصرت نمیکنه و دیگر ناسپاسه. الله که کدام نعمت برات داده شکرگزاری بکن. اگر شکرگزاری نکردی نصرت الله قطعا نیست، امداد الله قطعا نیست. از او خاطر هر نعمت الله را سپاسش ضروری است. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازت داده شده للذین برای کسانی که یقاتلون جنگ امرایشان کرده میشه از طرف بیرون، بانهم ظلموا به سبب از اینکه یا مظلوم قرار گرفتن. دو صورت جهاد الله متعال عالی بر ما بیان میکنه و همیشه مسلمان ها که جهاد میکنه دو صورت داره، یا مظلوم قرار گرفتن، کفار سرشان ظلم میکنه، فلسطین نبیبینه، چچه نبیبینه، افغانستان نبیبینه،
بوسنیا و هرزگوینا را ببینه یا کلش مورد ظلم قرار گرفته. کشمیر را ببینه مورد ظلم قرار گرفته. دنیا آمده مسلمان در خانه خود آرام نمیمانه. اعتراض انتقاده که یک تعداد مغرضین و چاپلوسای استعمار غرب امیر میگه اسلام بجز از کشتن، اسلام سایکو جهاد چی مانا چی مفهوم؟ همینطور مردمی که میای خانه تا چور میکنه، همینطور مردمی که چوچه تا بمبارد میکنه، قطعی از یا سخن بگو یا از شمشیر کار بگی، از شمشیر کار بگی، دیگر راه نداره. قطعی ازی چی رقم معامله بکنی؟ قرآن برش اجازه داده. امروز ببینی حالات فلسطین، حالات فلسطین ببینی مردم در کدام حالت زندگی میکنه، چی کارهای هست که نمیشه. عجیب است. باز همونطور مجاهدین مردم میگه چی میگه؟ مردم مظلوم، مردم عوام سپر بر خود قرار داده. چی کنه او بیچاره دیگر راه نداره، مجبور است لا اقل خود دفاع بکنه. اذن للذین اجازت داده شده برای کسانی که یقاتلون امرایشان جنگ کرده میشه. اولین آیتی که اجازت جهاد داده امیسته، اگرچه بعضی مفسرین دیگه آیت ها را میگه لیکن از لفظش صریح معلوم میشه که اذن اجازت داده شد. از این معلوم میشه قبلا اجازت نبود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم مظالمی که بالای رفیقایش همراهانش میشد، صحابه کرام خصوصا او غلامایی که ایمان آورده بود و در نظر مردم سبک و حقیر معلوم میشد، انواع مظالم سرش میشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم این حالت ناگوار مشاهده میکرد، قلبش تلاش داشت که مقابله شروع شود، اما الله متعال اجازت نمیداد. چرا نمیداد؟ به خاطر که موقعیت جهاد تالی را معین و مشخص نشده بود، مرکز قمنده معین نشده بود. از او خاطر الله متعال تا وقتی که پیغمبر در مدینه منوره هجرت نکرد و اونجا گروپی پیدا نشد که خط پیغمبر تعهد کرد، بیعت کرد که بله ما امرای توستیم. انصار کدام افتخاری را که کمایی کرده این میسته که به رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کرد، گفت یا رسول الله ما از تو دفاع میکنیم، از دین دفاع میکنیم، جان ما مال ما قربان، خلاص سر ما فرمان بده ما حاضر هستیم. بعد از اعلان جهاد میشه. از او پیش نمیتونست، مرکز وجود نداشت. در کجا از کجا قمنده میداد، کجا پناه میبرد، از کجا اکمالات میکرد؟ از او خاطر الله متعال جهاد مشروع نکرده بود. همیشه مؤمنان را الله متعال قبل از جهاد دعوت به سوی نماز، عبادت، دعاها، عاجزی برای الله متعال، از اخلاق و از اعراض روگردانی این را فرمان داده بود که شما قطعی مردم خود بند نکنه، فقط دعا طلب کنی از الله متعال. حالی دیگه اجازت داده میشه. او چرا اجازت داده میشه؟ علتش هم ذکر میکنه، بانهم ظلموا، به سبب از اینکه سر از یاد ظلم کرده شده، هیچ چیزی در اختیارت نیست. و ان الله یقینا الله متعال علی نصرهم، بالا امدادشان، لقدیر قدرت داره. نصرت تو نمیگه که الله نصرت میکنه، بله الله متعال به نصرت از یا قدرت داره. اشاره به ایسته که بله الله خود قدرت داره، میتونه کل کفار یک دم از بین ببره، لیکن نه. الله متعال مومنان را میگه شما در خانه قرار نشینه، امو اسباب وسایلی که در دسترس داره از او استفاده بکنه. زمانی که قدرت خودتان در انتها رسید، آلی دیگه مقابله نمیتونه، بگذار انتظاری چی را؟ نصرت الله را. باز نصرت الله میآید. این نمو روحی بود که رسول الله در اذهان و افکار صحابه چی کرده بود؟ تحکیم کرده بود، خب جاگزین کرده بود. صحابه را میگفت الا آمادگی، صحابه طور نکرده که همونطور مفت و جفت جهاد روان شده باشه، آمادگی داشت. اسلحه را، شمشیر را میگرفت، تیر را میگرفت، مرکب سواری را پیدا میکرد، توشه را قطع خود میگرفت، برنامه جنگ، نقشه جنگ رسول الله جور میکرد، مشوره با صحابه میکرد که سیرت شما مطالعه بکنه، کدام ابتکاراتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگا کرده، بزرگترین قماندان جنگ و فرمانده جنگ امروز او ابتکارات کرده نمیتونه. آمادگی وسایل و چیسته، تمام نیروی انرژی خود، فکری خود آماده ساختن، بعد از او اتکا به سوی الله کردن، الله نصرت میکنه. الله در اشاره میکنه که مؤمنا اینطور نباشد قرار در خانه خواب باشه، بگویا که هر چی میکنه الله بکنه. قوم موسی علیه السلام شوه اذهب انت و ربک فقاتلا انها هنا قاعدون،
شما و پروردگارتان بری جنگ کنی. ما اینجا قرار دیگه خورده رو ایستیم. مردما الله متعال مسلمانا را به همت تربیه نمیکنه. مسلمانا را نعوذ بالله شکم پرست و عیش پرست تربیه نمیکنه. مسلمان بیدار، مسلمان آماده، تیار، در هر موقعی که برش آواز میشه الله اکبر. زندگی صحابه را مطالعه بکنی که الله متعال چه همت و شهامت به صحابه داده بود. در نصف شو اعلان از جهاد است، احدی نبود که خود پنهان کنه در خانه. به مصعب در حضور رسول الله آمادگی، حاضر، تیار. اینطور لشکر رسول الله تربیه کرده بود. حالی شما بگویی که اینطور قومی که شب بروز فقط منتظر ندای چی بود؟ رسول الله برای ادا کردن یا فدا کردن هر نوع قربانی. امیطور مردم بگه که مرتد شده و یار لکدار بسازه. اینطور مردم بازم تو قطش دوستی داری. به الله قسم از اینکه کافری درست دیگه کس نیسته. این کسایی که دین آبیاری کرد، این کسایی که اسلام شایع کرد در جهان، ایره تو مرتد برش بگو نعوذ بالله. بگو 5 نفری صحابه مسلمان است دیگه کلش مرتد شده نعوذ بالله. او تو دختری تام برش داده رویستی و بی غیرت مومن قرآن خونده یا نه؟ هنوز دیگه دختری تام میدی، دیگه دختری تام میدی، خوش آمستی. در روز قیامت باز جواب بده. در تمام کارهای دنیا خود جنرال و دگروال و استازی پانتون معرفی میکنی. در مورد دینی چرا آگاهی نداری که دختری تبکی بدی؟ به مشرک، به کافر، به بیدین، به کسی که هیچ دین نمیشناسه. امروز چه حال است؟ مسلمانی خود تنها به لا اله الا الله خود نمیشه، دخترای خود به بیدینا میده. کلی عمر در روسیه تیر کرده، شراب خورده، دختری متدینی خود به او میده. چرا؟ روزگار خوب داره، روزگار خوب داره. عجیب است اسلام ماست. صحابه همت داشتن، بیدار بودن، خلاص آماده بودن. قرآن کریم هم اینجا همینطور میگه نصرت الله وقتی است که تو بیدار باشی، تو همت داشته باشی. اگر بیدار و همت نداشته باشی نصرت الله از کجا میاد؟ الذين مردم اخرجوا که کشیده شدن من دیارهم از خانه هایشان بغیر حق بنا حق، حتی حق زندگی را در خانه هایشان نمیده. امروز در هر جای مسلمانان را ببینی حق زندگی در خانه خود نداره، در وطن خود آمده نمیتونه، در شهر گشته نمیتونه، حق زندگی نداره. الا یقول ربنا الله، هیچ جرمی نداره. به نزد استعمار، به نزد کفار جرمشان چیست؟ ای یقولو که میگوین لا اله، ای یقول ربنا الله، که رب ما الله است، مالک متصرف الله است. ما به نظام الله میچرخیم، باید نظام الله حاکم باشه. اینی نعره و آوازشانه است. و میگه نظام رب ما باید حاکم باشه، نه نظام خود ساختی دموکراسی لعنتی. این نباشه. صرف به این خاطر میجنگه، لیکن حق زندگی را در خانه خود نداره. اگر این گپ اگر پایین شود باز در پلی چرخی و در گونتانامو میره. قرآن حقایق برملا میکنه، میگویه صراحتا میگه. حالی هم تو خود گل بزنی نمیفهمی، تجاهل میکنی. پیش ما تجاهل میکنی، پیش الله چی میگی؟ همین قدر نمیفهمی. چه جرم داره مسلمان؟ چه جرم داره مسلمان؟ جرمش است که دعوت میده به سوی نظام الله. زمین از الله، حکومت از الله، قانون از الله، تسلیم به قانون الله. قانونای طاغوتی نباشه، طاغوتی نباشه. ولولا دفع الله الناس، دوم صورت جهاد. اسلام که جهادش بروا شده، مشروع شده، کدام است اینجا؟ این جهاد در مقابل طاغوت است. چرا؟ اگر تو جهاد نکنی، همتی تا خرج نکنی، طاغوتا نمیگذاره. مراکز بیداری تا، مراکز هوشیاری تا، مراکز تعلیم و تربیت تا، مراکزی که مکمل تمام زندگیت مربوط از اوست، او را یک دانم نمیمانه، یک دانم نمیمانه. و چشم سر ندیدیم. امام بخاری از کدام ولایت است؟ امام بخاری و شخصیت که بعد از قرآن کریم کتابش بگه مرتبه و منزلت دوم داره. از سمرقند است. امروز مساجد سمرقند سینماست. اونجا را ندیده، میمانه کفار. یک گروپی مسلمانای خسی شده ما با جای از که جوانای ما را در پانتونا تحریک کرده رایسته، این دوره تسقیف است، این دوره زنسازی است. تو را موقع میده
این کفار تو را موقع میده که تو برو دوره تسخیف تا پیش ببر. یقین به الله بکو جهاد ترک میکنی تو جهاد تخریب میکنی. نکو. جوانای بیچاره امام گل خورده فریب خورده قطعی هر گروه یک جای میشه. هر گروه. اما گروه اگر جهاد جنگ میگه، اگر گروه میگه که موقعش نیست، اگر گروه میگه کلی از یا نقطه مشترک داره در ضد جهاد، برای محو جهاد دیگه چیز نیست. این را یاد داشته باشید.